إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. موضوع درس امروز ما ضرورت شناخت انبیاء علیهم الصلاة والسلام و روان شدن بر راه انبیاء علیهم السلام. چرا ما نیاز داریم که انبیاء علیهم السلام بیایه وجهش بیان میکنیم. ابن قیم رحمه الله یکی از علمای برجسته می نویسه وجود انسان چون مرکب از دو جز است، جسد و روح. نیازمندی جسد به غذاهاست، از امو خاطر هر انسان تلاش میکنه تقاضای جسم پوره بکنه. چون جسم مادی است، غذایش هم مادی است. اما جسم ما چیزی جز دیگری هم داره که به نام روح است و او امری است که مادی نیست بلکه از امر الله متعال است. پس غذایش هم مناسبش باشه. مثل که جسم نیاز به غذا داره، روح هم اینمی قسم نیاز به غذا داره. در حقوق قرآن کریم یا در ضرورت وحی ما شما در درس تفسیر خوانده بودیم که چرا ما به وحی ضرورت داریم. در اونجا این موضوع را بحث کرده بودیم که وجود انسان از دو جز مرکب شده، یکی جسم است یکی روح است. اما روح اشرف است از جسم کرده، به خاطر که کمال جسم توسط روح است. زبانی که روح از کالبد میبره، جسم امونطور بدون کدام فایده باقی میمانه. چطور شده میتونه که الله متعال برای تربیه جسم، برای حفاظت جسم انواع وسائل پیدا کرده باشه؟ از انواع رزقها، میوه ها را ما میبینیم، خوراک ها را میبینیم، نوشاک ها را میبینیم، همهش برای تربیه جسم است یا برای بقا و حفاظت جسم است. شما چی تصور دارید که آیا الله متعال که روح اشرفترین جز است از جسم کرده برای از او انتظام بقایش نکنه، انتظام حفاظت روح نکنه؟ هیچ امکان نداره. عقل تقاضای از این داره که باید برای حفاظت و بقای روح الله متعال انتظام بکنه. روح از عالم امر است، چیزی مادی نیست که انسان سرش بحث بکنه، تعیین و تشخیص بکنه. ایره نمیتونیم. فقط قرآن کریم موضوع روح به خاطر که تا ابد کسی در این مورد دیگه نه قلم بزنه تحریر بکنه و نه سخن بگویه. به یک کلمه الله متعال همه مسائل جواب داد. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بس روح یک چیزی است که در موردش بحث نمیشه. قوتهای انسانی درمانده است برای معلومات یا شناخت هویت روح. الله متعال گفت از عالم، بگو که از عالم امر است، از عالم بالا، از عالمی که الله متعال فرستاده. ما دو قسم عالم داریم، یکی عالم خلق است که ما شما میبینیم، یکی عالم امر است که از جانب الله متعال میاد فقط. اما آثار روح ما شما لمس کرده میتونیم، حس کرده میتونیم. چرا؟ کالبدی که روح نداره هیچ چیزی نیست. زمانی که روح در وجود میآید اون قدرت پیدا میکنیم، گشت و گذار میتونیم، فکر میتونیم، خوردن نوشیدن میتونیم، کار و عمل میتونیم. برای ما واضح شد که روح یک جزء خیلی مهم در وجود ما است. تقویت یمی روح یا حفاظت یمی روح توسط چی شود؟ کدام غذا برش مناسب است؟ الله متعال وحی را روان کرد، قرآن کریم. این کتاب الله متعال که آمد، ایرا الله متعال روح گفته. این سبب حیات و زندگی انسان است. پس حیات انسان منوط یا موقوف به دو چیز است، یکی به حفاظت جسم، یکی به حفاظت روح. اما اهمیت حفاظت روح خیلی مهم است. از حفاظت چی کرده؟ جسم کرده. از او خاطر مریضی روحی انسان
نعوذ بالله به هلاکت دائمی میرسانه که عذاب آخرت است. اما نقصان جسم تنها مشکلات دنیوی شامل حال انسان میشه، از او به بعد نیست. اما اگر روح مریض بود نعوذ بالله، روح غذایش پوره نشده بود، تکمیل نشده بود، در این صورت انسان بدبخت میشه در جهان دیگری هم. پس از او خاطر زمانی که الله متعال وحی را روان کرد، در این آیت به می وحی خود روح گفته و کذالک اوحینا الیک، اینمی قسم ما وحی کردیم برای تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چی را وحی کردیم؟ روحا من امرنا، ای به دستور الله متعال آمده. یا ایست که روح از عالم امری ما است. شما در این مورد تحقیق کرده نمیتونیم که روح چی است، از عالم ما آمده. خب الله متعال برش روح گفت و روح ما میشناسیم که سبب حیات وجودی ماست، جسم ماست. معلوم شد که قرآن کریم یا وحی الله هم حیثیت روح داره. یعنی در حقیقت اگر انسان سنجش بکنه، کسانی که به نور توحید الله متعال با استفاده از دستورات الهی که از کلام الله گرفته زندگی خود عیار کرده، اصل حقیقت زندگی را و لذتش چشیده، درک کرده زندگی را. زندگی تنهایی را نمیگه انسان امور مادی را زیاد و فراوان داشته باشه. زندگی نامی از این نیست. زندگی اطمینان کامل و خوشبختی یا خوشبختی حاصل کردن از لحظات عمر خود است. اینی را زندگی میگه. آدم کی خیلی مطمئن می باشه و کی خیلی خوش می باشه. همین لحظات ما و شما در عمر خود گاهی گاهی لمس میکنیم، برای ما حاصل میشه. زمانی که عبادت الله را به وجه درستش بکنی، امر خیره. یعنی هر چیزی که عبادت است، و عبادت یک چی است؟ اسم جامع است، شامل است. هر امر پسندیده به نزد الله متعال این چیز عبادت است. انسان وقتی طور عمل انجام داد، قدرت الله متعال ذهن انسان بسیار خوشحال می باشه، فکر انسان بالکل آرام می باشه، مطمئن می باشی و هیچ نوع هراس برات نمیاد. چرا؟ خوش هستی. خدمت برای کسی کرده، عملی را انجام داده که الله راضی است از پیشش، الله خوش داره. استراب و پریشانی برات رخ نمیده. شده میتونه در اینمی زندگی مشکلات برات پیش بیاد، لیکن تو بازم خوش هستی، هم خوشحال هستی، هم مطمئن هستی. هر دو چیز برات حاصل است. پس معلوم شد که زندگی تنها برابر شدن وسایل مادی نیست که موتر و بلدینگ و خوراک و نوشاک اما چیز برابر باشه. در دنیای غرب یا در دنیای اروپای امروزی وسایل مادی خیلی فراوان است، اما حیات یا زندگی واقعی وجود نداره. مردم مضطرب است، پریشان است، اطمینان برش حاصل نیست، و کله کله خود میزنه، تکلیفای روانی به کلگی پیدا میشه، خودکشی ها در اونجا خیلی زیاد است. وگرنه سختی و تکلیف در ممالک اسلامی زیاد است، باید اینجا خودکشی ها زیاد باشه. اما چرا اونجا؟ علت است که مطمئن نیست، قلبشان تا عالی را آرام نگرفته. آرامی قلب انسان توسط چی میشه؟ قرآن میشه. و همین قرآن الله متعال میگه که روح است. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. الله به پیغمبر خود میگه نمیدانستی تو که کتاب چیست و نه ایمان چیست. کتاب چیست؟ امرایت نبود. احکام الله کدام است؟ کدام راه را برای ما انتخاب میکنه؟ چی راه ها ما را ده یقینا به نیکبختی و خوشبختی میرسانه و کدام اسباب برای هلاکت انسان است؟ خودداری کنید. اگر کتاب نمی بود انسان ها در پرتگال های هلاکت افتاده بود. اما الله متعال در هیچ تاریخ بندگان خود بدون یک قانون نگذاشته، بدون یک نظام نگذاشته. البته نظام هایی که می آمد کلش یک نظام بود. این الدین عند الله الاسلام. از امو خاطر انبیاء علیهم السلام هم ادیانش کلش اسلام بود و مفهوم اسلام تسلیم شدن مکمل به دستورات الله متعال. مکمل تسلیم بود. انبیاء علیهم السلام تسلیم بود کدام دستوراتی که الله متعال روان کرده بود. از امو خاطر دین اسلام است.
غیر از اسلام هیچ دین الله متعال نمیپذیره. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه، قطعا الله قبول نمیکنه. پس معلوم شد که انبیا علیهم السلام دینشان اسلام بود و اینمی اسلام دین پایدار و دینی که الله متعال خوش کرده و الله متعال انتخاب کرده برای بندگان خود، اینمی قسم تا روز قیامت ادامه داره که تکمیل این دین یا رسم کردن این دین توسط پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شده. بعد از این دیگر رسم نمیخواد. بشریت صنف بندی شده بود، از آدم علیه السلام شروع شد، تکمیلش باقی شد با رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا آخری صنف است، آخری امت است. معلوم شد تمام کمالات در اینمی امت بوده، چرا که اونم اعلا درجه صنف است. چیزای مهم در این صنف گفته میشه. در مکاتب ما و شما از ابتدا شروع میکنیم تا که صنف بالا را طی میکنیم، اونجا برای ما واضح میشه که معلومات انسان خیلی بیشتر میشه. از همون خاطر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فضیلتش بالای انبیا علیهم السلام دیگه به می خاطر است که کدام صفات و کدام کمالاتی که الله به انبیا علیهم السلام سابق داده بود او را مکمل برای کی داده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس کمال امتش به پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل بشه. چرا او درجه را حاصل کرده که از همه فوق است. پس اگر امت امو راه پیغمبر خدا تعقیب بکنه، راستیام دیگه امو فضائل برای امتش هم حاصل میشه. از او خاطر الله متعال مخاطب قرار میده امتی پیغمبر علیه السلام و ما را میگه کنتم خیر امت. الله خطاب میکنه که شما بهترین امت است. در تمام جماعت ها بهترین امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چرا؟ به خاطری که شاهد است بالای امت های دیگه. یکی و آن قدر تعدادی که از امت پیغمبر علیه السلام داخل جنت میشه، دیگه امت ها نمیشه. در حدیث صحیح برای ما میایه که پیغمبر علیه السلام جماعت بزرگ میبینه. البته انبیا علیهم السلام دیگر هم میبینه. اینطور پیغمبر هم میبینه که حتی یک امتی هم نداره. اینطور پیغمبر هم میبینه که یک نفر امتی، دو نفر امتی. باز یک جماعت بزرگ میبینه، پیغمبر علیه السلام فکر میکنه که امتی ما باشه. برش گفته میشه که نه، خیلی بزرگ جماعت که نه، این موسی علیه السلام است با امتی خود. زمانی که امتی پیغمبر علیه السلام میگه که مشرق و مغرب همینطور چی کرده؟ پر کرده میباشه. خب شرط کجاست؟ شرط اینجاست که واقعا ما پیروی از پیغمبر خود کرده باشیم، راهی که او رسم کرده امور تعقیب کرده باشیم. الله متعال به پیغمبر علیه السلام میگه ما کنت تدری، تو نمیدانستی مال کتاب و کتاب چیست، ولل ایمان و نه ایمان، ولکن جعلناه نورا، لیکن ما گردانیدم امی قرآن کریم سبب روشنی، نهدی بهی من نشاء، که ما هدایت میکنیم توسط این روشنی کسی را که الله میگه ما میخواهیم. قرآن خو نور است، به هر کس نور است، اما کی استفاده از پیشش میکنه؟ قرآن نور است، روشنی است و برای ما شما مکمل واضح میکنه، همه امور واضح میسازه، نور است. لیکن کی از پیش استفاده میکنه؟ یک آدم سویچ هم میزنه گروپ گل میکنه، از نور استفاده نمیکنه. قرآن مکمل نور است، لیکن شرط است که از استفاده شود. استفاده چی رقم میشه؟ استفاده به پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه. از او خاطر میگه من عبادنا، در جمله بنده های ما بعضی را که ما هدایت میکنیم، توفیق نصیب میکنیم، اونم این قرآن کریم برایشان نور جور میشه که استفاده از پیش میکنه. و کسایی که قرار خوب کرده میباشه، حالی شام است، بعد از شام است، در تاریکی آمدیم ما و شما، در قریه شاید مردم خیلی زیادی باشه، اما استفاده از نور. الله متعال که کسی را توفیق میده، زمانی که انسان خود میبینه در یک محلی که در اونجا عبادت الله میشه و واقعا کار درست انجام داده میشه، بفهمی که الله اراده کرده، خیر برات اراده کرده که در این طور مجالس یا در این طور مقامات تو دیده میشی. اینمی علامه و نشانه عزیزه که الله متعال تو را
هدایت توفیق هدایت نصیب کرده. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، توستی که هدایت میکنی، راهنمایی میکنی به سوی راه درست. راه مستقیم تو راهنمایی میکنی. یا پیغمبر علیه السلام الله متعال میفرما دیگه هر کس نمیتونه. قرآن کریم برای ما انتخاب میکنه که ما دنبال کی بریم، کی را انتخاب کنیم برای اقتدای خود، برای روش خود. الله متعال پیغمبر علیه السلام انتخاب میکنه. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، یقینا توستی که راهنمایی میکنی به سوی راه درست. راه مستقیم کدام راست؟ که در هر رکعت نماز شب و روز ما و شما هیچ دعای دیگری را نداریم، همین دعاست که اهدنا الصراط المستقیم. خیر وقتی که راهنمای راه مستقیم تنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، چطور شده میتونه که راه پیغمبر اعلی شوه، راههای دیگری انتخاب شوه؟ هیچ راه دیگری هدایت شده نمیتونه بجز از راه پیغمبر. الله متعال از همه خاطر میگه که محبت الله، معرفت الله، دوستی الله بجز از تابعداری پیغمبر حاصل نمیشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بجز از پیروی و روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیب نمیشه قطعا. از همه خاطر در حدیث پیغمبر علیه الصلوة والسلام چی میفرمه؟ که کسی که ما دعوت کردم در جنت داخل شد و کسی که دعوت کردم دعوت مرا پذیرفت در جنت داخل شد. اما کسی که انکار میکنه دیگه در جنت داخل شده نمیتونه. دخول جنت هم موقوف به پیروی پیغمبر علیه الصلوة والسلام است. در دنیا هم حصول راه مستقیم و تابعداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. راه پیغمبر سبب نجات انسان است. خب اینجا چقدر مهم گپ است که اولین اعتراف انسان یا اولین شرط داخل شدن اسلام کلمه شهادت است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. تأسف در اینجاست که ملت ما جز اول اکثر مردم میپذیره لا اله الا الله را یک تعداد مردم میپذیره. غیر از الله دیگه کس قابل عبادت نیست. تنها و تنها الله متعال عبادت لیاقتش داره که مردم برش عبادت بکنه، کسی دیگری قابل عبادت نیست و عبادت به غیر الله نشه. و عبادت ما شما گفتیم که مفهوم عام داره، خالص برای الله باشه. اگر نظر است، اگر دعاست، اگر نماز است، اگر تلاوت است، اگر همه چیز است خالص، اگر صدقه است، اگر بیان نیک است، اگر امر بالمعروف است، اگر نهی عن المنکر است، کلش به خاطر کی شوه؟ الله متعال، به کسی دیگری نمیشه. اما جمله دوم که اشهد ان محمد رسول الله است، مفهوم اصلی واقعیش اکثر مردم نفهمیده. یا مردم اینطور فکر میکنه که تنها شرط داخل شدن اسلام گفتن شهادت است. تنها بگو، مفهومش ندان که چی مطلب داره. اشهد ان محمد رسول الله چی مطلب داره؟ این البته شرط نیست، حالا کی شرط است؟ علم بالای اشهد ان محمد رسول الله، علم بالای اشهد ان محمد رسول الله تقاضای چی را داره؟ که وقتی پیغمبر رسول الله فرستاده الله قبول کردی، انتخاب کردی، پس معلوم شد که نقشه را برای پیاده کردن نظام الله پیغمبر میده، کسی دیگری نقشه داده نمیده. شما اکثر گروه ها و طایفه هایی که منحرف از راه مستقیم شده، اگر فکر بکنه علتش امیسته که مفهومی درستی اینمی جمله را نفهمیده که اشهد ان محمد رسول الله. چرا تنها پیغمبر رایش تعقیب شود از کسی دیگر؟ اینه پیغمبر امتیازات داره، پیغمبر خصوصیات داره. بدون رای پیغمبر نمیشه انسان رای خود انتخاب کرده بتونه. چرا؟ به خاطری که در این قدر بندگان الله متعال که استعدادهای متفاوت الله به هر کس نصیب کرده. استعداد ما یک چیزه،
انتخاب میکنه. استعداد یک شخص دیگه چیزه، استعداد یک شخص دیگه چیزه. و تفاوت در استعداد یا در ذهن، در فکر، این امری لازمی است، این امری بدیهی و ضروری است، حتمی است. چرا حتمی است؟ اگر همین تفاوت نباشه نظام دنیا پیش نمیره. نظام دنیا پیش نمیره. همین تفاوت موجود است. یکی انجینر شده، یکی دکتر، یکی معلم، یکی دریور، یکی یک شغل دیگر انتخاب کرده. ذهنش محبت قطعه شغل پیدا کرده و امور پذیرفته و خوب فهمیده. اگر اینطور نباشه خب نظام دنیا بینمی اختلاف نظریات پیش برده میشه. لیکن اگر ما انتخاب بکنیم نظامی را که سبب سعادت ما شود، از کی را قبول کنیم؟ معیار اینجا چیست که ما از کی را قبول بکنیم؟ ما باید یک معیار داشته باشیم. شخصی باشه که قطعا خطا نشود، شخصی باشه که تایید شده باشه از جانب الله متعال، قاصد بودنش که از جانب الله انتخاب شده، انتخاب بودنش از جانب الله. پیغمبری و نبوت امری کسبی نیست. امری نیست که زیاد عبادت کنیم پیغمبر میشیم. امری میراثی نیست که پدرم پیغمبر بود من پیغمبر میشم. امری وهبی است. الله انتخاب میکنه، بخشش میکنه. آزر بت تراش است، ابراهیم علیه السلام پیغمبر، بچه پیغمبر است. نوح علیه السلام پیغمبر است لیکن بچه مشرک کافر است. با نوح علیه السلام در کشتی سوار نمیشه، با لجوجت میایه انشاءالله. این واقعات داستانا کلش یک درسای عظیم برای ما و شما داره در زندگی ما. یک امر وهبی است. نبوت الله به کسی میده، الله تایید میکنه. انبیاء علیهم السلام چه خصوصیاتی داره؟ تربیه از او سالم است، مرتکب جنایات و گناه ها نمیشه، تایید معنوی از جانب الله متعال داره، از انحراف به دور زندگی کرده. خوب شخصی است که در پیشبرد او امری که الله متعال در شانه های ازوا، در ذمه ازوا گذاشته، با کمال شفقت، با کمال اخلاص، با کمال شجاعت، با کمال جدیت در سر میرسانه که انشاء الله زندگی انبیاء علیهم السلام در پیش روی به شما میآید. باز بر ما واضح میشه که چقدر قاطع بود. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر مزاحمات و موانع پیش میشد، پیشنهادها و طرحها ریختانده میشد، به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش میشد، اما پیغمبر تسلیم نشد. سازشها، پلانا، نقشه برای محو دعوتی که پیغمبر علیه السلام در پیش گرفته بود جرم شد، اما پیغمبر تسلیم نشد. از جدیت کار گرفته، از شجاعت کار گرفته، از شفقت کار گرفته، از دلسوزی کار گرفته. صبر و حوصله از او را که انسان مطالعه میکنه تعجب میکنی که الله متعال چقدر صبر و حوصله برای زیاد داده. انبیاء علیهم السلام همینطور. نوح علیه السلام 900 سال برای قوم خود دعوت میده. 900 سال. عجیب است. پس انبیاء علیهم السلام خصوصیاتی داره که باید مردم اقتدا پشت از وا بکنه و بر راه و روش از وا روان باشه. بدون از امکان نداره که کسی راه درست پیدا بکنه. قرآن میگه انک لتهدی الی صراط مستقیم. دوستی که هدایت میکنی به سوی راه مستقیم. دوستی معلوم شد که صراط مستقیم اگر کسی جستجو داره و در نماز، در رکعت نماز میخونه، دعا میکنه و بعد از او خارج از نماز ایره تطبیق عملی در عمر خود میکنه، این تطبیق عملی بدون از اینکه راه های پیامبر پیدا نکنه هیچ امکان نداره. ما به طور مثال ما میخوایم نمازم خیلی مقبول باشه، خیلی پسندیده باشه، الله متعال او را قبول کنه. چی وقت پسندیده میشه؟ چی وقت قبول میشه؟ اینی مفهوم اشهد ان محمد رسول الله را ما باید درک بکنم که همین عبادت ما تا وقتی که به نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم موافق نسازم الله متعال نمیپذیره. ما خود
خسته میکنم، من خدا مانده میسازم، لیکن به نزد الله متعال مقبول نمیگرده. چرا؟ به خاطری که موافقت با نقشه رسول الله پیدا بکنه. از همون خاطر در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ نمازی است که دهمی سه شب تو میگیری، نمازی است که نهمی سه شب، نمازی است که هشتمی سه شب، آمده پایین تا نصف حصه نماز میگیری. مردم ها در نمی خواندن نماز متفاوت است. یکی از 10 حصه ثواب یک حصه را میگیره، 9 حصه ثواب است پیشش فوت است. یکی 9 حصه را میگیره، 9 حصه است، 8 حصهش از پیش فوت شده، یک حصهش میگیره. یکی 8 حصه را میگیره، 7 حصهش فوت شده. پایین میای آدمی خیلی نیکبخت که نصف حصه نماز گرفته ثوابش، لیکن نصف از پیشش چی شده؟ فوت شده. یس کجا؟ از این که چقدر نماز ما موافق نقشه پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه. از همون خاطر صحابه کرام گاهی پیغمبر علیه السلام نگفته که کدام جز فرض است، کدام جز نماز واجب است، کدام جز نماز مستحب است، و تعقیب میکرد عمل کردی پیغمبر. در جستجوی ازی بود که پیغمبر علیه السلام کدام عمل انجام میده، خلاص نمیگفتن که فرض است یا واجب است. نه. پیش از وی مطرح نبود که سنت از خیر است، پروا نداره، این مستحب است بگذار شه. نه، و فقط عمل کردی پیغمبر را تعقیب میکرد. یک جز اگرچه او جز مستحب باشه صحابه نمیگذاشتن. نمازش تاثیر داشت. حکایات را ما و شما در کتابا میبینیم که در مهمترین مشکل گیر آمده، 2 رکعت نماز خوانده، دعا کرده، مشکل حل شده. آیا ابی دعا کردن یا امی نماز خواندن برای ما فعلا موجود نیست؟ هست موجود، اما کدام یک قلب میخواه، عمل میخواه که چقدر نماز ما واقعا موافقت داره. خب حالی ما یک بررسی میکنیم. وقتی ما به این نتیجه رسیدیم که بجز از نقش قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم راه مستقیم پیدا نمیشه و بجز از موافقت امون نقشه پیغمبر عبادات ما به نزد الله مقبول نیست، الله ما را دوست نداره، خیر حالی ما چه قسم معلوم کنیم نقشه پیغمبره؟ از امون خاطر است که امروز در دیار ما نقشه پیغمبر گم است، مجهول است، بیان نمیشه. مردم تاریخ طبقه به طبقه تیر شده رویست. ما و شما، پدرای ما و شما، همین مسجد بود. زمانی که از یک مسجد سوال میکنیم که چقدر سال میشه، میگه این از 200 سال پیش این را عین بابا کلان تهدابش گذاشته بود. خیلی بابا کلان تیر شد. در این مسجد ما کدام روز درس حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود بود یا نه؟ لا اقل در مورد نماز رسول الله کدام بحث شده که مالی بفهمیم که نماز رسول الله چی رقم بود؟ با تأسف نبود. گفتیم که درس حدیث روز دیگه هم گفتم منحصر در مدارس شد. درس حدیث، کتاب حدیث تدوین شد به لغت عربی. ما دیار عجم هستیم، عربی را نمیفهمیم، به لغت عربی. فقط کسی که اراده داره که مولوی شوه، فنون بخونه، علوم دیگر را بخونه، معلومات کافی در تمام مسائل دین حاصل کنه، متخصص شوه، او نمو باید حدیث بخونه. اما دیگه کس حق نداره حدیث بخونه، اما دیگه کس حق نداره قرآن بخونه. قرآن مشتمل به داستان‌های انبیاء علیهم السلام است. ما یک واقعه را از قرآن کریم برای عوام یک حلقه جور میکنیم، برای عوام یک درس میگیم. سبا از امی عوام سوال بکنی که چقدر مطالب یاد گرفته، چقدر مسائل از امی یک داستان یاد گرفته، از امی یک داستان. اما با تأسف دشمن کار کرد، ما را در گوشه قرار داد. حتی اینطور فکر برای ما داد که قرآن کسی اگر 14 فن نخوانده باشه خلاص کافر میشه. تا این اندازه الحمدلله فضل الله سبحانه و تعالی است. اینمی نشست ما یکی از جمله نمونه های برگشت ما به سوی شناخت نقشه کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما در صدد ازیستیم که یقینا چون پیغمبر ما، قائد ما، رهبر ما،
الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در خوردن، در نوشیدن، در خواب کردن، در وضو کردن، در نماز خواندن، در نکاح، در مرده، در جنازه، در تمام مسائل ما باید معلومات کافی از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. کجاست همین معلومات؟ همین معلومات تدوین در حدیث شده. حدیث آلی برای ما بازگو میکنه حرکات پیامبر علیه السلام در نماز. پیامبر علیه السلام چه رقم نماز شروع کرد، چه قسم قیام کرد، چه قسم رکوع کرد، چه قسم سجده کرد، چی دعاهای در اونجا خواند. بروید بیچاره مردمی ما یک سبحان ربی العظیم او را به وجه درستش یقین به الله بکنه اگر بفهمه در یاد داره، یک دعای دیگر نه در رکوع نه در سجده دیگر یاد نداره، اذکار یاد نداره که نماز خلاص میشه. کدام اذکار بخونه؟ اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یک انسانی که دائم در پشت نماز خود این دعا را میکنه و میگه که یا الله مرا کمک کو، مرا نصرت کو. به چی چیز؟ علی ذکرک، در یادی تو، که هیچ عملی ما بی یادی تو نباشه. در هر کاری که من انجام میدم تو در یادم باشی. اولا که در یاد آدم باشه کار خلافی دستور الله انجام نده، مطابق دستور الله انجام نده. و شکرک، کدام نعمتی که الله تو برای من داده ای مرا نصرت کو در سپاسگزاری تو که قدری و نعمت کرده بتانم. الله اکبر. وجود ما نعمت، اعضای ما نعمت، متاع دنیا کلش نعمت، اولاد نعمت، پدر و مادر نعمت، اهل و خانواده نعمت. کلی ازی به مو طریقه استفاده شوه که الله خواسته. تو خود دعا میکنی پس از هر نماز، از الله نصرت و امداد میخوای. و حسن عبادتک، الله مرا نصرت کو در بهترین عبادت. نمیگه در مطلق عبادت، مطلق عبادت هر کس میکنه. حسن عبادت، عبادتی که یقینا مقبول باشه، زیبا باشه. الله متعال نگویه کی را قبول نمیکنه، بگویه کی قبول. و حسن عبادت توسط چی جور میشه؟ توسط موافقتی که نقشه رسول الله صلی الله علیه و در عبادت حسن پیدا نمیشه تا وقتی که عبادت موافق نقشه پیغمبر نشه. نقشه پیغمبر گم است از ما. عمره تیر شد، مرحله ها گذشت، مسجد های ما مولاها را نامیشه بگیری فلانی مولای تیر شده، فلانی تیر شده، فلانی 10 مولایی را تیر کردیم. اما امو جناب مولوی صاحب حتی مقتدی خود امی قدر یاد داد که شما سلام دور دادی استغفر الله، الله اکبر بگوی و 3 مرتبه استغفر الله بگوی. نه، بس شما بررسی کنید، این قضاوت در دست شماست. ببینید ما یقینا از اوی نعمات بزرگ الله متعال محروم هستیم که چطور سان. خیلی آسان، خیلی سهل در دست ما میاد، بدون تکلیف، بدون مشقت، بدون رنج. دمی شام نماز خواندی، هیچ کار و روزگار نداری، فرض خواندی، بعد از اون اذکار شروع کردی، خوانده میری، همه روزه همین دعا را خوانده میری. الله متعال چی قسم نصرتت میکنه؟ از تو باز نماز قضا میشه؟ از تو باز نماز خراب میشه؟ نه. تو باز دزدی میکنی، تو باز غیبت، تو دروغ میگی؟ کلا. الله در یادت است، از الله خواسته یه هم. این دعاها و اذکار این محض برای گفتن نیست، این برای عزیزه که ما یقینا در زندگی خود ثمره‌اش احساس کنیم، ببینیم. پس برای ما واضح شد که الله متعال انبیاء علیهم السلام و به خاطر روان کرده که مردم پشتش اقتدا بکنه. هر قدر موافقت با انبیاء علیهم السلام است، همون قدر پیروزی و کامیابی حاصل است، همون قدر عبادت مقبول است. غیر از تابعداری رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر راه برای ما میسر نیست. پس از او خاطر ما مکلفیت داریم معلومات کافی در مورد پیغمبر خود داشته باشیم. در مورد چیش؟ در کدام روز تولد شده، در کدام روز وفات کرده؟ نه، این برای ما مهم نیست. برای ما مهم است که پیغمبر علیه السلام در قضای حاجت چه قسم رفت. به یک مجمعه یک طفل خیستاندیم، حدیث سلمان رضی الله عنه را گفت.
که یهودی برش میگه که پیغمبرتان برای شما همه چیز تعلیم میده حتی که طریقه استنجا را. گفت بله، رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلمنا کل شیء، تمام چیزا را حتی القراءه، تمام چیزا را بر ما تعلیم میده تا اینکه طریقه استنجا را هم. خب رای سعادت ما فقط تابعداری انبیاء علیهم السلام است. ما ضرورت به انبیاء علیهم السلام داریم. چرا؟ به خاطر که ضرورت به وحی داریم. تشریع وحی توسط انبیاء علیهم السلام میشه، تفصیل وحی توسط انبیاء علیهم السلام میشه. الله متعال ما را مامور ساخت و اقیم الصلاه، نماز قائم کنیم. نماز چی را میگه؟ کدام وقت، چند رکعت، با کدام کیفیت، چه قسم شرایط و چه قسم سنن و مستحباتی داشته باشه. پیغمبر برای ما تفصیل کرد همه را و این در احادیث برای ما ذکر شد. ضرورت شد به احادیث. ما محتاج هستیم که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم پیگیری کنیم، دنبالش بگردیم. لا اقل اگر تمام ابواب ما دنبال نمی کنیم، ابوابی که ما برش نیاز داریم، نماز میخوانیم، احادیث نماز باید ما معلومات داشته باشیم. طهارت میکنیم، احادیثی که در مورد طهارت است معلومات داشته باشیم. چقدر نیک و زیباست اگر ما اطفال در مسجد محفوظات، کتاب محفوظات برش میخوانیم، همونجا مکمل مسئله طهارت احادیثا ذکر شده و یک شاگرد میخیزه، یکیش حدیثی را میخوانه که پیغمبر علیه السلام منع کرده که پشت روی طرف قبله دار بد، دیگهش حدیثی را میخوانه که استنجا به استخوان و سرگین نارواست، دیگهش حدیث میخوانه که در سری راه در جایی که مردم میشینه تجمع میکنه سایه یا جای افتو در اونجا آدم نشینه، دیگهش حدیث میخوانه که به دستی راست استنجا نشوه، دیگهش حدیث میخوانه که پیغمبر علیه السلام اذا ذهب المذهب ابعد، وقتی که می در قضای حاجت میرفت دور میرفت، دیگهش حدیث میخوانه که اینی دعا را در وقت دخول قضای حاجت میخواند. اینی در وقت اگر ما اطفال تربیه کرده باشیم، مجمعی مجلس نشسته است، نماز خوانده شد، اذکار خلاص شد، 4 دانه طفل بر استاد، هر 4 طفل 4 حدیث میخوانه، بعد از اون مطلب حدیث به مردم بیان میکنه که از این حدیث ها معلوم شد که پیغمبر علیه السلام طریقه استنجا را به این رقم گفته. مردم ما مکمل، هیچ مدرسی قوی هم طلب نکرد، بیان طفل کرد، تعلیم مردم عام گرفت. ما برنامه نداریم، ما تقسیم اوقات نداریم، وگرنه تعلیم مردم بسیار آسان است. مردم خصوصا در زمستان شاگردای دائمی است، همیشه حاضر، لیکن گپ ایسته که ما عالی یقینا دلسوزی بکنیم، دنبال اینمی گپ بگردیم که چه قسم احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم ما پیدا بکنیم. خب انبیاء علیهم السلام آمد، چی مقصد داره انبیاء علیهم السلام؟ یکی از جمله اموری که انبیاء علیهم السلام دنبال میکنه و الله متعال پیغمبران روان کرده، متحد ساختن است، انحراف از مسیر را دور کردن است. سوره بقره آیت 213 را میکشیم که برای ما الله متعال مقصد انبیاء علیهم السلام بیان میکنه. دوست 213 در بعضی قرآن کریم 34 است، در بعضی هم 36. آیه 213 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کان الناس امة واحده، مردم یک جماعت بود. ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید که از آدم علیه السلام تا نوح علیه السلام مردم مکمل مسلمان بودند، با عقیده توحید مستقیم بودند. در زمان نوح علیه السلام انحراف پیدا شد، اختلافات پیدا شد، نظریات متنوع گشت. تا او وقت کل مردم با یک نظر، با یک فکر، عقیده توحید کلگی داشت. فبعث الله، اینجا عبارت مقدر است. کان الناس امة واحدة فاختلفوا، امت کلش یک جماعت بود لیکن پسان اختلاف کرده، نظریات گوناگون پیدا شد.
یکی یک طرف کش میکرد، دیگه تو گوی ای آیت نو بیایه و امروز ما ای آیت تطبیق بکنیم. فرقه های گوناگون، نام های گوناگون، دعواهای گوناگون، اساسنامه گوناگون جور شده. هر کس میگه ما حق هستم، هر کس میگه. ما از کجا بشناسیم کدام فرقه حق است و با کدام فرقه شریک شویم، با کدام راه را انتخاب بکنیم؟ بس اوقات انسان بیخی متردد میشه که یاران کدام. الله متعال چقدر راه آسانه، راهی که واقعا بر ما دیگه جنجال هیچ ایجاد نمیکنه. این سوالی است که همیشه در ذهن مردم فعلا هم دور میخوره. میگه ما از این مولا را بگیریم، از اون مولا را، از اون مولا را، در فلان فرقه داخل شویم، در فلان فرقه داخل شویم. نه، در فرقه ها داخل نشویم. الله متعال برای رهبری انسان ها انبیاء علیهم السلام روان کرده. فبعث الله النبیین، الله فرستاد انبیاء علیهم السلام مبشرین و منذرین، بشارت دهنده ها با کسانی که یقینا رای انبیاء را تعقیب میکنند. پیغمبران علیهم السلام با امت خود بشارت میده اگر کسی در تعقیب پیغمبر روان است، بس بشارت میده دیگه. و منذرین، با کمال دلسوزی مردم ترسان نکنه، اختلاف نظریات و آرا را پیروی نکنه، نقش قدم پیغمبر را محکم بگیره. پیغمبر علیه السلام در حدیث چی میفرماد؟ انه من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا. یقینا کسی از شما، با مجمع صحابه میفرماد، نماز صبح خوانده، روی مبارک دور داده، صحابی میگه که اینطور تقریر تاثیرناک کرد که ظرفت منها العیون و وجلت منها القلوب، چشما آب دیدار ریختند، دلها یک دم ترسیده شد. از او خاطر یک شخص خیست و سوال کرد که این وعظ مثل وعظی که یک آدم رخصت میشه از دنیا میره، همین رقم نصیحت است. یک آدم از پیغمبر اسلام چی میکنه؟ سوال میکنه که اوصینا، ما را وصیت کن. پیغمبر علیه السلام میگه وصیکم بتقوی الله، ما شما را وصیت به تقوی الله میکنم. لیکن مهمترین سخنی که در این حدیث پیغمبر علیه السلام میگه این میگه انه من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا. کسی که از شما زنده باقی بمانه خامخا اختلاف زیاد میبینه. صحابه را پیغمبر علیه السلام میفهمید که یا خود 1000 سال زنده باقی نمیمانه، 500 سال نمیمانه، 300 سال باقی نمیمانه. تنها در زمان نزدیک راستیان بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم اختلافات حتی در بین صحابه پیدا شد. حالی هم اختلاف است. پیغمبر چی توصیه کرده؟ مردم ما همیشه سوال میکنه والا اختلاف است، ما چی کنیم، راه را گم کردیم. بیکی فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش بگیریم و بعد از او فتوای پیغمبر عملی کنیم. از همین اختلاف نجات پیدا میکنیم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. پیغمبر علیه السلام میگه که شما اختلافات زیاد مشاهده میکنید، راه ها متنوع میشه، نظریات مختلف میشه، گروه بازی میخیزه، لیکن شما کدام راه را انتخاب بکنید؟ فتوای پیغمبر چیست؟ فعليكم بسنتي، راه مرا، روش مرا تعقیب کنید. روشی که نشناسیم از کجا تعقیب کنیم؟ روش رسول الله چیست؟ تمام زندگی پیغمبر، اقوال، افعال، تقریر پیغمبر که به نام حدیث یاد میشه. این خو از ما گم است. برای ما کسی نگفته. خیر از کجا ما روش پیغمبر را تعقیب کرده بتانیم؟ امروز که دعوت به سوی کتاب الله و سنت رسول الله به می خاطر است که بیای امو زندگی که دوره که اختیار کرده بودیم از قرآن و حدیث بیای که باز خود نزدیک بکنیم، باز آشنا شد، با کتاب الله آشنایی پیدا کنیم، با حدیث پیغمبر آشنایی پیدا کنیم. چرا؟ بجز از این قطعا راه نجات دیگه نداریم. چرا؟ فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرقه ها ما را هر طرف کش میکنه، در کدام میدان میبره.
تباه میشیم. سنت رسول الله را محکم بگیریم، روش رسول الله. دعوت به سوی کدام گپ دیگری نیست نعوذ بالله که کسی به یهودیت یا نصرانیت یا هر فرقی که در نظر مردم بد معلوم میشه به فرقه دعوت باشه. نه نه نه، به سنت دعوت است. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طریقه خلفای راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم، اشخاصی که شب و روز با رسول الله صلی الله علیه وسلم نشست و برخاست دارن، در سفر و حضر حضور دارن، تمام کیفیت نشست برخاست برخورد گپ زدن تعلیم تربیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت به دیگران زیاد تعقیب کرده. اشخاصی که خودی پیغمبر میگه که راه ازیره. در حقیقت روش خلفای راشدین عملی کردن ظاهر کردن روش کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. مخالف روش رسول الله نیست، اما روش پیغمبر به مردم ظاهر میکنه. یک سخن در زمان پیغمبر به عام مردم نرسیده، اما در دوران خلافت خلفای اربعه به مردم میرسه. پیغمبر علیه السلام به می اکتفا نمیکنه، گپی تا که دیگر هم پشتی سرش میگه عدو علیها بالنواجذ، محکم کنه ایره به دندانهای چی؟ نواجذ. آدم وقتی که یک چیز خیلی محکم میگیره به مو دندانهای علاشه محکم میگیره، چرا که قوت داره. منظوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفهمی؟ منظور ایسته که سنت ها اینطور فتنه ها پیدا میشه که سنت میگریز از پیش آدم. مفت نیسته که سنت کسی بگیره تا وقتی که مثل که به دندان علاشه محکم نکرده باشه. راستتان بگه امیالی سنت از پیش ما میره یا نه؟ مردی خودم است، بیادری خودم است، وفات کرده، ما میخوایم به طریقی سنت کنم، از دو طرف از قریه نفر میخیزه قطعا دشمنی رو شروع میکنه. نه این کار که نکنی من مرده و زنده قطعت نداره. الله اکبر. دکاری ناروا، اسراف، حرام، بدعت یک نفر حتی یک دلسوز پیدا نمیشه که نصیحت برات بکنه، اما در کار سنت مردم میخیزه قطع دشمنی رو اعلان میکنه. سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم گپ یادی نیست که سرش عمل بکنه. شما امروز امیالی ما اینجا که پایین شدیم یک بچگک میگه این مدرسه وهابی است. ما گفتم چرا؟ چی رقم وهابی است؟ گفت قرآن میخونه. ماشاءالله عجیب برداشتی. ما گفتم کس تو قرآن نمیخونی؟ گفت من میخونم. تو وهابیستی. قرآن میخونم. عجیب است. امروز اگر به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل میکنی دیگه خوب آدم نیستی. خوب آدم نیستی. سیگرت بزن، در سر کوچه استاد شو، مویای تا یک رقم جور کو، صحیح است؟ یک دانه چی میگه زنجیرم در گردنت پرتو، صحیح است؟ اشپیلا قام بکو، موبایلت هم بکش، ورم در گوشکی کو، باز یک چی غم بزن، غلم بکو. کس برات نمیگه، کس. خب اگر نماز به طریق درست خواندی مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، باز دیگه نام سرت گذاشته شده است. پیغمبر علیه السلام از خاطر میگه که عدو علیها بالنواجذ. سنت نگاه کردن، سنت حفاظت کردن، سنت عملی کردن دندانای نواجذ میخواه که محکم شد. پس معلوم شد که انبیاء علیهم السلام برای چی آمده؟ مردم متفرق شده، مردم فرقه شده. انبیاء را الله روان کرد. در چی چیزایی فیصله میکنه؟ و انزل معهم الکتاب. امرای انبیاء علیهم السلام الله کتاب روان کرده بالحق، که مشتمل به بیان حق است، که مشتمل به راه حق است، که مشتمل به فیصله حق است، که مشتمل به احکام حق است. حق چی میگه؟ چیزی ثابت واقعی که ما شما برش حقیقت میگیم، حقیقت داره، واقعیت داره. قرآن مشتمل به او فیصله است که واقعیت داره، حقیقت داره. مشتمل به او بیانی است که واقعیت داره. چرا روان کرده؟ برای ختمه؟ برای ثواب؟ نه، لیحکم بین الناس،
که فیصله کنه در بین مردمی که آرام و نظریات مختلف پیدا کرده، دل جماعت جور شده، ترازوی را میاره، حالی هر کس خود طول کنه که معلوم شد که وزن کی زیاد است. لیحکم بین الناس، که فیصله کنه پیغمبر در بین مردم به واسطه کتاب الله فی مختلفو، در اون مسائلی که این مردم اختلاف کرده، در اون مسائل، در کدام موضوع مسئله که مردم مختلف است، راه حلش رجوع به سوی کیست؟ کتاب الله. و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اما امروز ما رد نمی کنیم، موضوع اختلافی شد، سعی میکنیم بجای از اینکه قرآن پایین کنیم، بخاری شریف پایین کنیم، مسلم شریف پایین کنیم، ترمذی و ابو داود پایین کنیم، میدویم به رساله ها، رساله‌ای که مولوی متوکل نوشته کرد، اینجا نوشته کرده. و برادر، این اختلاف از بین برده نمیتونه. راه از بین بردن اختلاف کتاب الله و حدیث کیست؟ رسول الله. چرا که حدیث پیامبر شرح کتاب کرده، اینی راه اختلاف است. الله متعال وجهشان میگه و ما اختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. اختلاف نکرده داری مگر او کسانی که برش کتاب داده شده. امروز اختلاف کی میکنه؟ آدم یامی؟ نه، آدم یامی بیچاره که تو برش بگویی قیتو روان است، پس آن یکی دیگه برش میگه قطعزو روان است. اختلاف کسانی میکنن که برشان داده شده کتاب. خیر چرا اختلاف میکنه؟ کتاب خدا داده شده. در این مجلستان 5-6 عالم شاید بیاد، هر کدام یک نظریه داره، چرا اختلاف میکنه؟ این نظریه چرا مخالف باشه؟ من بعد ما جاءتهم البینات، پس از اینکه دلایل واضح آمده. دلایل واضح کدام است؟ ما اختلاف داریم در یک موضوع، همین موضوع در دین داخل است یا نه؟ اگر موضوع در دین داخل باشه هیچ پروا نداره، اختلاف باشه، اگر نباشه هیچ پروا نداره. اگر موضوع در دین باشه، در دین داخل باشه و اختلاف درش باشه، شما چی تصور داره که دین او را بیان کرده یا نه که همونطور گنگ گذاشته؟ چی میگه؟ هیچ موضوع در دین نیست که بیان نشده باشه. اختلافی که مجتهدین کرده به خاطر ازی کرده که حدیث برش نرسیده، برداشتش از حدیث یک قسم شده، یا حدیث برش ضعیف معلوم شده، از او خاطر اختلاف کرده، به قصد اختلاف نکرده. بیان دین وجود داره، عالم او تو تفکیک کرده میتونیم. در او امام و مجتهد موقع نبود که همین را حل میکرد، در مقابل حدیث ضعیف حدیث صحیح پیدا میکرد که بله مطمئن میشد که بله این حدیث صحیح آمد این ضعیف است، اما با موت این موقع میاثر شد. وسایل امکانات وجود داره، میتونیم این موضوع را حل بکنیم، خلاص اختلاف نیست، شرط است. اینا میگه بغیم بینهم، بغیم بینهم، از روی حسد، از روی ضدیت در بین خودشان. چون اختلاف مردم از روی ضدیت است، ضد داره که با دیگه، خوب میدانه که اینی موضوع بالکل اینی طور است، لیکن حاضر نمیشه که بپذیره. امروز اگر ما علما اتفاق بکنیم به کتاب الله و حدیث رسول الله، کی میخواه اگر من نعوذ بالله رأی خود سر مردم تحمیل بکنم باز یک طاغوت مجر میشم، باز من طاغوت میشم که نظر و فکر خود سر مردم بقبولانم؟ قطعا نه، ما باید تسلیم به کتاب الله و سنت رسول الله باشیم. فهدى الله الذين آمنوا، هدایت کرد، راهنمایی کرد الله و کسانی را که ایمان آورده، لما اختلفوا فیه، برای او موضوعات و مسائلی که وا درش اختلاف کرده بود، در کدام طرف هدایت برای مؤمنان کرد؟ من الحق بسوی حق. معلوم شد کسی که در این عصر دمی طور اختلاف، دمی طور تفرقه، رجوع به سوی کتاب الله و سنت رسول الله میکنه و از اونجا حکم میگیره، عمل سرش میکنه، الله برش هدایت حق کرده، الله مدحشانه کرده، یار مؤمن الله تلقی کرده، یار مؤمن گفته. هر کسانی یک به اذنه، به حکم خود، به امر خود، الله متعال والله یهدی من یشاء، الله هدایت میکنه کسی را که بخواه. فلانی خوب عالم است، باز چرا اینطور میگه؟ هدایت
کی میکنه؟ الله. چرا الله او را هدایت نمیکنه؟ اسباب هدایت او غلط استعمال کرده، درست استعمال نکرده. بجای از اینکه اختلاف خود به قرآن و حدیث بیاره، اختلاف خود دیگه طرف برده، از او خاطر حل نشوده. الله هدایت میکنه کسی را که بخواه الی صراط مستقیم. با کدام را؟ راه مستقیم کی راهنمایی میکرد؟ پیغمبر. آرزو و آمال و امر مهم زندگی ما چیست؟ صراط مستقیم. بجز از قرآن حاصل نمیشه، بجز از پیروی به راه کی؟ انبیا علیهم السلام، که پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و از همین خاطر ما انتخاب کردیم که داستانای انبیا علیهم السلام بدانیم، معلومات برای ما حاصل شود که انبیا قطعی امت چه قسم درگیر بود، انبیا چی میگفتن، امت چی تقاضا داشتن، آیا کی پذیرفت و کی نپذیرفت، سرنوشتا در کدام سرحد رسید. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.